خب دوستان سلام. دیدین دیگه چی ما افتادنه؟ مال قاب همین دوربین چی میگن، دوربینایی که داخل اتوبوس هست قابش افتاده و من اینجا بهتون نشانم بتونم. یه از اینجاش هست. خب اینه توست و من پیچگوشی هم ندارم که جای چیاش پیچاش هم هست. پیچگوشی ندارم که باید سیفتش کنم. خب ولی باید اینا رو برم راپورت کنم و دو دانه هم هست. یکی هم قسمت جلویش هست افتاده و یکی هم افتاده از اینجاش، از یک قسمتش، و یکی جلویش هم که هست. برم من بهتون نشانم بدم. خب این یکی از دوربین این طرفش هست. خب این گوشه یکی هست، این اینجاست، این اینجا. ها این از اینجاست. خب این دوربینش افتاده و من اینا رو باید برم چی کنم، راپورت کنمش که بعد بیان از طرف هم تعمیرگاه اینا رو جورش کنن. خب اتوبوس نوستن، پیچ موراش بعضی وقتا میگن پیچ موراش شل شده و به همون خاطر هم باید سفت بشه. هر چند مدت باید سفت بشه. یک زمانی بود در ایران کسایی که موتور نو میگرفت، بعد از که یک هفته که خوب برو اون موتور بدونن بعدش باز ببرن در سرویس رو سرویس کنن که پیچ موراش خوب سفت کنن. فکر کنم این اتوبوس مامور رقم شده. خب و خب دیگه این هم هست چیز دیگه. حالا امروز من رو پیداش کردم. خب خوبه که بچه‌ها باز دور ننداختن که یعنی کسی یا میدان نشده، قسمت شیشش میدان نشده و کسی هم مثلا همون کسی که دی بالا افتاده بوده آورد بسا بره ما دادش. خب دمش گرم کسایی که یک ذره چی میکنن، چی میگن، چی میگن اینا، امسواری که چی میگن اینا، کسایی که خب آقا دیگه دمتون گرم بچه‌ها، دوستان، چاکرات.